ایالات متحده بر اساس تفاهم نامه صلح برای 60 روز تحریم ها را نسبت به ایران بیکار کرد. جی دی وانس معاون پرزیدنت آمریکا از مذاکره با مقامات ایران در شویتزار خوشبین بود. در عموم 36 ساعتی پرمحصول داشتیم. به همین طرز ادامه میدیم. حرف آخر طور این صبح گفتم مذاکره ما ته کرسی برای ساختن یک خاور میانه دیگر است، اما ما هنوز خانه را نساختیم. ما ساختمان را ادامه میدیم و این کاری است که ما خواهیم کرد. امریکا و ایران دوام 2 ماه برای سازش دائمی گفتگو خواهند کرد و سبوکی موقتی به ایران حق می‌دهد که فروش نفتش را آغاز کند. پایان جنگ در لبنان و باز شدن تنگی یا گلوگاه هرمز بخشی از گفتگو هاست. مقامات گفتند که در 2 روز آخر آتش بس در لبنان رعایت شده است. مقامات ایران شرط گذاشتند که اگر شرط‌ها برای گفتگو از جمله آتش بس در لبنان رعایت شود، مذاکره را ادامه می‌دهند. در پی جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران که هزاران نفر کشته شد، آبراهای هرمز بسته گشت و نرخ نفت در بازار جهانی بالا رفت. روز دوشنبه نرخ نفت کمی ارزان شد. تنش‌ها هنوز باقی هستند. ایران در مورد برنامه هسته‌ایش حرف دیگر دارد، ولی مقامات آمریکایی میگویند تهران اجازه بازرسی مرکزهای هسته‌ایش را داده است. اگر ایران بر طبق سازش عمل نکند، من کاری میکنم که باید بکنم. اسرائیل که طرف مذاکره کننده نیست، میگوید که عملیاتش را در لبنان ادامه خواهد داد. دستور من به وزیر دفاع و ارتش دیگر نشده است. نظامیان ما در جنوب لبنان حق دارند هر گونه تهدید مستقیم بر ضد خود یا بر ضد ساکنان شمال کشور را نابود کنند. ارتش اسرائیل در این مورد محدودیت ندارد. כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.